خب سلام و درود خدمت دوستان دات نت کار عزیز. من حالا امیر هستم، توی چنل دات نت کار همراهتون هستم. توی این ویدیو میخوام یک نکته در مورد حالا اینکه چطوری برنامه نویس بهتری باشیم صحبت کنم و شاید این یه نکته که دارم میگم یه گوشه از این کارتون رو بگیره و شما رو توی چشم حالا دیگران بولد کنه. منظورم از این که توی چشم بولد کنه یعنی اینکه شما رو برنامه نویس بهتری بکنه. نکته ای هم که دارم میگم حالا برای بحث حافظه و بحث مموری حالا یا بحث حافظه سرورتون هستش و همچنین سرعت حالا نرم افزارتون. ببینید دوستان، شما وقتی که میخواید یه نرم افزار رو حالا تعریف کنید و یه نرم افزاری رو بسازید، یک بحثی خیلی خیلی بولد هستش. بحث چیه؟ اون بحث سرعتشه و بحث حافظه‌ایه که اشغال میکنه. شما اگر آدمی باشید که سرعت و حافظه براتون مهم نباشه و همچنین مخصوصا سرعت، قطعا از عرصه برنامه‌نویسی به زودی کنار یعنی کنار میذارنتون و توی هیچ شرکتی دیگه شما رو استخدام نمیکنن. چرا؟ چون تمام دیزاین پترن ها، تمام معماری ها، اینا همه اومده برای بحث سرعت، چه در توسعه چه در حالا سرعت نرم افزار شما اگر آدمی باشید که اینا براتون مهم نباشه و یا کد کثیفی بزنید و یا سرعت براتون اهمیتی نداشته باشه، قطعا توی یک شرکت نمیتونید بیشتر از 2-3 ماه کار کنید و قطعا ازتون ناراضی خواهم بود. حالا این سرعت و حافظه رو ما چطوری میتونیم توی یکی از این پله ها رعایت کنیم؟ ببینید دوستان، شما موقعی که میخواید یک متغیری تعریف کنید، در برنامه نویسی ما چند نوع دیتا تایپ داریم که هر کدوم از این دیتا تایپ ها یه سری بیت هایی ذخیره میکنه، یه سری از حافظه رو اشغال میکنه و وظیفه هاشون یه سری چیزهای متفاوتی هستش. من میخوام که برای این آموزش از سایت مکتب خونه استفاده کنم که حالا اینجا نمیشه مکتوب ولی خب دامنش میشه مکتب خونه، که آقای سعید، حالا اگر اشتباه نکنم هابتی فکر میکنم، توی سال 1399 یک پستی گذاشتن که به نظرم خیلی پست خوبیه. حالا لینک اینو من اگر یادم بمونه براتون میذارم توی چنل یوتیوب، توی دیسکریپشن میذارم، میتونین بردارین و برین قشنگ این سایت رو مطالعه کنین. حالا این بیشتر در مورد زبان سی شارپ صحبت میکنه، اما خب دیتا تایپ هایی که توی سی شارپ هستش با زبان‌های دیگه آنچنان فرقی نداره. ببین دوستان، شما حالا اینا همه رو که میتونید مطالعه کنین، اصلا کاری ندارم. من میخوام که بیام به اینجا برسم. بذارین من تلگرام ببندم یه وقت یه چیزی نیاد که باز مجبور باشم 2 ساعت ادیت کنم سانسورش کنم. خیلی خوب. خب شما اینجا نوع داده ها رو میتونین مشاهده کنین توی زبان سی شارپ. من دارم خب کلا چنل دات نت کار دیگه. یعنی چی؟ یعنی که ما ASP.NET کار میکنیم. ASP.NET هم فریم ورکی هستش که از طریق سی شارپ به وجود اومده. توی زبان سی شارپ ما دیتا تایپ هایی همشون بایت، اسپایت، شورت، اینت، یو اینت و حالا عددی های دیگه و همچنین کاراکتری ها مثل کر و استرینگ داریم و حالا مقدارهای دیگه مثل بول آبجکت و دیت تایم داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم به راحتی. حالا موضوع چیه؟ بعضی وقتا شما میخواید یه برنامه‌ای بنویسید که به عنوان مثال دارم میگم کلا عددش بین 0 تا مثلا 10 باشه، بین 0 تا 20 باشه، بین 0 تا 255 باشه. خیلی از برنامه‌نویسا چه جونیور چه سنیورش دیدم که میان راحت اینت میزنن و میگن بای بای ما رفتیم. خب این نوع اینتی که شما میزنید 32 بیت فضا اشغال میکنه و همچنین یه رنج عددی بین منفی فلان تا مثبتش رو به ما میده. خب ما انقدر لازم نداریم. ما انقدر لازم داریم؟ خیلی. اصلا ما منفی به کارمون نمیاد در وهله اول. در وهله دوم انقدر عدد لازم نداریم، چون یا 0 یا 20 یا نهایتا 255. مثلا یکی از مثال‌ها، یکی از برنامه‌هایی که داشتم چک می‌کردم و به این مشکل خوردم که تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم، برنامه طرح آزمون بود. خب طرح آزمون دوستان کلا مثلا هر آزمونی که طرح میکنه طرف بین 0 تا 20 یا نهایتا بین 0 تا 100 اگر به درصد باشه، ولی خب دیگه به 255 هم نمیرسه.
دوستمون اومده بود اینت تعریف کرده بود. خب این اینت شاید الان، شاید تو یکی دوتا برنامه اول، شاید تو یکی دوتا دیتای اول هیچ تغییری برات ایجاد نکنه و همچنین سرعتت هم هیچ کاستی نداشته باشه براش. اما وقتی این اینت به میلیون ها رکورد برسه، این 32 بیت فضا قطعاً پدر سیستمتو در میاره و برنامه نویسای بعدی مجبورن که این اینت رو عوض کنن و اگر یک دیتا تایپ توی این برنامه عوض بشه، مجبورن کل برنامه رو از نو دیباگ بگیرن، از نو رفع اشکال کنن و کلی حالا دیتا تایپ تغییر بدن. خب چرا مرد اسپری برای خود داری فوش میخری؟ یا همون اول یکم به این فکر کن، بگو آقا این 32 بیت فضا ذخیره میکنه من به انقدر عدد نیازی ندارم، به جاش میام بایت میگیرم، به جاش میام مثلا آقا شورت میگیرم، جهنم. ببینید دوستان، بایت 8 بیت فضا ذخیره میکنه و توی میلیون ها رکورد شاید هیچ کاری براتون انجام نشه. قطعاً اگر شما به عنوان مثال دارم میگم با دوستتون یه برنامه‌ای رو شروع کنید، موضوعتون یکی باشه، شما از بایت استفاده کنید، اون دوستتون از اینت، و اگر در آینده این رکوردها زیاد بشه، قطعا اونی که از اینت استفاده کرده سرعتش زودتر از شما که از بایت استفاده کردی میاد پایینتر و همچنین حافظه‌اش هم به مشکل میخوره. پس حتما سر این نکته خیلی توجه کنید که حتما برای اعدادی که مثلا بین حالا این عددات هستش، دقیقاً از نوع خودش استفاده کنید. بالاخره خب اومدن دیتا تایپ ها رو ساختن برای خوشگلیش نیست که برای استفادهش. بهتون پیشنهاد میکنم هر موقع میخواین دیتا تایپی تعریف کنین، قبلش خوب فکر کنید و همچنین بیاین توی این سایت مثلا ببینین، آقا مثلا بگین آقا من شاید مثلا به میلیون برسه، پس این به دردم میخوره. شاید به میلیارد برسه، پس این به دردم میخوره. اصلا شاید مثلا منفی به کارم نیاد، پس این به دردم میخوره. اگر نگاه کنید مثلا نگاه کنید بایت از 0 تا 255، اس بایت از منفی 128 تا مثبت 128. چرا؟ چون منفی هم ساپورت میکنه اس بایت. بعضی وقتا اصلا شما میگین آقا من میخوام از منفی تا مثبت 100 باشم، خب این کمکتون میکنه. و همچون خیلی از این چیزهای دیگه. توی مبحث بعدی استرینگ هستش. استرینگ بچه‌ها خیلی حافظه ذخیره میکنه، یعنی خیلی از حافظه رو اشغال میکنه، که حالا همونطور که میبینید کر که فقط یک کلمه است، کر فقط 16 بیت حافظه ذخیره میکنه. خب یعنی همونطور الکی در نظر نگیرید. بعد حالا مثلا شما فکر کن بیای استرینگ بخواید ذخیره کنید، دیگه به نظرتون چقدر میتونه فضا ذخیره کنه؟ من خودم بله نمیدونم، ولی چیزی که حدس میتونیم بزنیم اینه که اگر کر که یک کلمه 16 بیته، قطعا استرینگ بیشتر از این چیزاست و ممکنه که اصلا سایتتون رو رسما بخوابونه. اصلا کار کردن با استرینگ دوستان اصلا یه مبحثیه که خیلی روش کار شده توی سی شارپ. مخصوصا وقتی شما دات تو استرینگ میزنین، دات تو استرینگ که شما خیلی ساده میزنین، مطمئن خیلی روش کار میشه سمت زیر ساختش. یک حالا چیز دیگه هم که هست دسیمال. دوستان دسیمال، من تو لینکدین داشتم یه بار دور میزدم، یکی از دوستان در مورد دسیمال یه حرفایی زده بود. ببینین دسیمال اصلا برای خودش یه دنیای دیگه است به نظرم. حالا اگه پیدا کنم براتون میذارم. اصلا دسیمال خیلی چیز عجیب غریبیه و واقعا چیز جالبیه. به نظرم در مورد دسیمال به صورت جداگانه یه سرچی بزن. این یه نکته بود در مورد حالا اینتو عدد و کاراکتر. حالا شمایی که داری اسکیل استفاده میکنی، شما آقا مثلا دارم میگم اگه اینجا بزنید کریت تیبل مثلا تست، خب من نمیخوام هیچ چیز دیگه بذارم توش، آیدی، یه دیتا تایپ خیلی استفاده میشه برامون، اونم ورکر هستش، ورکر مکس. ورکر برای زبان فارسی پشتیبانی نمیکنه دوستان، اما ورکر میتونید شما توی زبان انگلیسی استفاده کنید. حالا ورکر چقدر از حافظه ما رو اشغال میکنه؟ ورکر نهایت توانایی که داره اینه که 8000 بیت رو توی حافظه ما ذخیره کنه. خب 8000 بیت. این بیتی هم که میبینید توی اسکیول هستش که بین 0 و 1 که برای بولین ها استفاده میشه. ورکر 8000 بیت میتونه استفاده کنه. یعنی من اگر اینجا به جای کلمه مکس بزنم 8000، همون کار مکس رو به من انجام میده. خیلی از برنامه‌نویسای عزیز هستن فقط اینو میام میزنم مکس. خب دوست عزیز این 8000 بیته، دو روز دیگه دهنت سرویس میشه سر این. اگر داری یوزر نیم ذخیره میکنی،
واقعا مکس لازم نیست. شاید نهایتا 100 تا بیشتر به کارت نیاد. ای بابا من یه صفر اضافه میزنم، به ریال کار میکنم. شاید بیشتر از 100 تا به کارت نیاد، اصلا شاید 100 تا، شاید بیشتر از 50 تا به کارت نیاد. یا چقدر یوزر نمیخواد بزنه مگه؟ اگر داری بادی کانتنتی چیزی اضافه میکنی، مثلا میذارم بلاگ بادی هستن آقا، برای اینکه حالا اسمش چیز بشه، بزنین از اینجوری استفاده کنم، میزنم بلاگ بادی. خب بلاگ بادی دوستان شاید یارو بخواد 100 خط کلمه بنویسه، پس اینو مکس قرار میدیم و خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. پس حتما بلاگ بادی رو در نظر بگیرین که آقا مثلا اگر دیدین دیگه خیلی مثلا ممکنه که یک همچین متن طولانی باشه، خب اینو قطعا مکس در نظر میگیریم دیگه. آقا میگیم چاره ای نیست. اما وقتی چاره ای هست از طرف اینجا یوزر نیم میخواد وارد کنه و شما میدونی آقا یوزر نیمش طرف شاید بیشتر از 50 تا کلمه نشه، چرا اینو 50 در نظر نگیریم و بریم به جاش بزنیم مکس؟ خب این سرویسمون میکنه. یه چیز جالب تر، توی فارسی ما معمولا از این ورکر استفاده میکنیم دیگه. من گفتم چی؟ ورکر نهایتا 8000 بیت رو بیشتر نمیتونه براتون پشتیبانی کنه. خب من اینو اگر بکنم این ورکر، به نظرتون همون 8000 تا میمونه؟ خیر. چرا؟ چون این ورکر هر چیزی که کر باشه رو هر چیزی که ورکر باشه رو ضرب در 2 میکنه توی حافظتون. یعنی چی؟ یعنی این 8000 تا که میبینید در اصل توی حافظه 16000 بیت رو میاد و اشغال میکنه. حالا چه بسا که این ورکر حافظه‌اش داینامیکه، یعنی شما اگر مکس هم بزنید، اگر انقدر مکس بزنید تا هر جایی که اشغال کنه تا همونجا حافظه رو درگیر میکنه و بعد از اون دیگه حافظه درگیر نمیشه. یعنی مثلا اگر 2000 بیت مثلا حافظه درگیر کنه، این از 8000 بیت به 2000 بیت تغییر میده خودش و اون مسئله نیست، این اتومات. شما مثلا من اینو دارم برای این میگم که شما به این نکات توجه کنید که برنامه‌نویس بهتری بشید. وگرنه اینکه بله این خودش میاد اتومات تغییر میده به 8000 بیت، 8000 بیت رو به 2000 بیت مثلا تغییر میده، یا به 1000 بیت یا به 150 بیت مثلا تغییر میده و میتونه ازش استفاده کنه و حافظه ازتون درگیر نشه. اما اینو مد نظر داشته باش. آقا ان ورکر شما هر چیزی که وارد کنید ضرب در 2 میکنه. الان مثلا ورکر 8000 تا بیشتر نمیتونه دیگه. خب الان من پس میگم ان ورکر باید 8000 تا بشه، ولی نه. چرا؟ چون ضرب در 2 میشه 8000 تاش. 5000 تا هم حتی نمیتونیم بزنیم. بعد چی بزنیم؟ تا نهایتا 4000 بیشتر نمیتونین اینجا وارد کنیم، چون اگر ضرب در 2 بشه میشه 8000 تا. پس این نکات رو حتما بهش توجه کنید. این نکته هم اینجا توی این سایت دیگه گفته قشنگ در مورد حالا ان ورکر و ورکر قشنگ صحبت کرده. همچنین اینجا گفته که یعنی چی، چه جوری حافظه‌اش حالا درگیر میشه. این سایت هم سایت خوبی بود، سایت خوش آموز بودش و به نظر من سایت خوبیه در این مورد که بخواید توضیحی حالا یکم مطالعه کنین در مورد ورکر و انورکر که بتونین ببینین چی هستش. اینا دوستان ببینین در کنار دیزاین پترنایی که باید بلد باشین، در کنار کلین آرکیتکتی که باید بلد باشین، در کنار سالید و کلین کدی که باید بلد باشین، اینا هم نکاتی هستش که شما نیازه که یاد داشته باشید که بتونید خودتون رو حالا یک لول یا شاید مثلا نیم لول از برنامه‌نویسای دیگه بهتر ببینید و بهتر کار کنید و بهتر حالا پیش برید. این نکاتی بود که سعی کردم توی حالا این چند دقیقه بگم که شاید بعضی رعایت کنم و شاید برنامه‌هامون وضعش یکم بهتر بشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومد دوستان لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر هم کامنتی بود من در خدمتتون هستم. شب و روزتون خوش.